شکی بودم در خونه تق تق شد. میگه خستم در کشادم دیدم که حضرت ابوبکر است، ابوبکر صدیق. بعد گفتم ابوبکر برادر بیا داخل شد. همه حقدار ترین شخصیت در بالای من کیه؟ پیغمبر بزرگوار گفتن امک. بعد شاگرداش گفتن حضرت شما دای ما را نصیحت میکرده که در مصیبت پدر و مادر صبر کننده باشی. خب اینقدر گریه و بعدی رفتن شو. وقتی میرم بعد دیگه انگشت حسرت میکشی که دیگه ده وقت دیگه دیگه. تا وقتی که پدرم زنده بود مادرم زنده بود میرفتم دعاشو میگرفتم خداوند درهای جنت درون بوی میکنه میگه کدومش میخوای داخل جنت مگر راضیگی پدر و مادر راضیگی الله قهر غضب پدر و مادر قهر غضب مادر شخصیتی که ایروی فرزند نشب خواب داره و نروز دائم فکر میکنه جون خودش میسوزه اما درد چگون مینه و غم فرزند که خداوند در جنت درجه خلق کرده که انسان با عبادت به اونجا رسیده نمیتونه. السلام علیکم برادران و خواهران اسلامی. شخصانی که در ماه شریف رمضان میخواهند سفر به حج کنند یک ماه با نرخ ارزان $1900 از شرکت مهاجر تور است. خودی حاضر در نامرهای روی اکران بوده زنگ زنید. در این شرکت برادران تاجیک خودمان است و نگفته نماند این نرخ تنها برای ابونچی های ما و رای فرد است. از نام کانال ما مراجعت کنید. الله مهربان حجتان را قبول بفرماید. آمین. پدر و مادر خیلی بزرگه. شخصیت پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و آله پرسید گفت من احق الناس بحسن قرابتی و یا رسول الله همه حقدار ترین شخصیت در بالای من کیه؟ پیغمبر بزرگوار گفتن امک. گفتن مادرت. و یا رسول الله بعد مادر که گفت ثم امک. بعد از مادر با مادرت. گفت بعد از مادرم که گفت ثم امک با مادرت. گفت جناب پیغمبر سه بار گفت همه حقدار ترین مادره. بعد نوبت چهارم گفت پدره. به چی خاطر؟ به خاطر که مادر یک عمر ای داغی تو میسوزه، یک عمر ای روی ترنج میکشه. مادر شخصیتی که ای روی فرزند نشب خواب داره و نروز دائم فکر میکنه جون خودش میسوزه اما درد چگون مینه و غم فرزند میخوره. سینه پرمهر مادر تا لحد آسوده نیست. دوستای خدا میگن سینه او تا لحد چه پرغمه غم فرزند داشت. و به خاطر ما و شما به قدر پدر و مادر برسیم، در زندگیشو خدمتشون نکنیم، دعاشون بگیریم. ببینیم میرفتن دائمی نبودن، میرفتن جاشو ابدی خالی میمونه. میره او جایی که پدر و مادر میگشت دیگه نیست خالیه. میخوای که یک بار بیاویش در آغوشت بگیری، یک بار دعاشت دیگه بگی نه نمیاویش دیگه. یکی عزیزای خدا را حکایت میکنن که وقتی پدرش بندگی کرد بسیار گریه و ناله زیاد کرد. بعد شاگرداش گفتن حضرت شما دای ما را نصیحت میکرده که در مصیبت پدر و مادر صبر کننده باشه. خب اینقدر گریه و ناله داره؟ حضرت گفت برای پدرم گریه ندارم. گفت گریه من برای همینه که امروز خداوند یک در ای درهای جنت در روی من محکم کرد، پوشیده گردوند. تا وقتی که پدرم زنده بود مادرم زنده بود میرفتم دعاشو میگرفتم خداوند درهای جنت درون بوی میکرد میگه کدومش میخوای داخل جنت شه. امروز در جنت در روی من محکم شد. پدر و مادر شخصیتیه که دعاشو میگیری جنتی میشه، دعاش خوشبختت میکنه. ریزاش با ریزاگی خدا، رضا الله فی رضا الوالدین و سخط الله فی سخطهما. جناب پیغمبر میگه راضیگی پدر و مادر راضیگی الله، قهر غضب پدر و مادر قهر غضب الله. ببینید چی قدر بزرگوارا ما به قدرشون میرسیم به قدرشون بعدی رفتنشون. وقتی میرم بعد دیگه انگشت حسرت میکشی که دیگه ده وقت دیگه دیش دیگه. اکنون ببینید که پدر و مادر خصوصا بچهای یاشون مقصد شخصیت های که پدر و مادر تو حیات هم ببینه که پدر و مادر در حیات غنیمت نیستن، دائمی نیستن. باور کنید عظیم جان که صاحب می آوردن جا مادرش و خدمت میکردن دعاش میگرفت، امروز دیگه نیست. هزار دیگه سر تا در دیوار هم زنی نمیاویش، نمیاوی خاک پاشو در دیدار شکی. و این خاطر به قدر پدر و مادر برسی. پدر و مادر دائمی نیستن، میرون والله قسم نه عمر جاشون خالی میمونه. خدمتشون نکنه، دعاشون بگیره. به همین خاطر برادر عزیز بزرگوار به قدر پدر و مادر من برسید. پدر و مادر خیلی بزرگه. باور کنه که به قدر پدر و مادر شخصیت میرسه که ای دستش میگه. وقتی میروه جاش خالی میمونه، بعد میسوزی، بعد میخواهی که یک بار دیگه بیایش که محال ناممکنه پیداش کردن میشه. به همین خاطر حرکت کنه که به قدر پدر و مادر برسه، خدمت پدر و مادر بکنه، دعای پدر و مادر بگیره. و در برابر مصیبت جناب پیامبر صلی الله علیه و آله را یک تعلیم دادن که صاحب عظیم جان دیگه برادرها وقتی مصیبت با بالای ما را اومد جناب پیامبر گفتن که حتما این دعا را کنید، بگه که اللهم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منه. پروردگار در برابر این مصیبت برای من ثواب بده، چون که در برابر مصیبت خداوند خیلی ثوابی بزرگی وعده کرده. جناب پیامبر حتی در یک حدیث گفتن که خداوند
در جنت درجه خلق کردگی که انسان با عبادت به اوجا رسیده نمیتونه. بعد از اون خداوند یک مصیبت در بالاش میاره، پدرش وفات مینه، مادرش وفات مینه، فرزندش وفات مینه. به سبب صبر کردن در همین مصیبت خداوند همین بندش به اون درجه بلندی جنت میرسونده. به این خاطر حتما شما بگید که ای پروردگار در برابر این مصیبت برای ما صبر بدی و برای ما ثواب نصیب بگردون و بهتر این شخصیتی که ای حیاتمون گرفته، یعنی پدر، مادر، برادر، فرزند، بهتر ای برای ما جاینشین نصیب بگردون. در اصل در عقل من شما نمیگه که بهتر ای مادر و مادر بیاوم، بهتر ای پدر و پدر بیاوم، نمیایی، ناممکنه. اما وقتی که ای جناب پیغمبر امر شده، این به حکمت نیست. حضرت ام سلمه حدیث روایت میگه جناب پیغمبر وقتی ما را تعلیم داده بود دائم میگه این دعا را در مصیبت میکردیم، میگفتیم اللهم اجرنی فی مصیبتی، پروردگارا در این مصیبت برای من اجر ثواب نصیب بگردون و اخلف لی خیرا منه، برای من بهتر ای شخصیت جاینشین نصیبم بگردون. میگه وقتی شوهرم بندگی کرد، ام سلمه میگه ام سلمه پیش جناب پیغمبر شوهر داشت، سلمه ای شوهر پیشینه شد. میگه وقتی شوهرم وفات کرد، میگه دستامو برداشتم دعا میکردم که اللهم اجرنی فی مصیبتی، پروردگار در این مصیبت ثوابم بدی، اجرم بدی و خلف لی خیرا منه. میگه دوامی دعا را زبانم پیش نمیگشت، نمیتونستم بگم که ای پروردگار بهتر ای پدر سلمه شوهرم نصیب گردون. برای چی؟ میگه دف عقلی من نمیگنجی، توغری نمیگفت که بهتر ای شوهر میاوم. میگه دوبار همین کلمه را تکرار کردم که اللهم اجرنی فی مصیبتی، پروردگار در مصیبت اجرم بدی، ثوابم بدی، دوامی دعا را نمیتونم گفتم. میگه 10% خود ما مجبور کردم، گفتم اگرچه در عقل من نمیگنجد اما امر جناب پیغمبر، دستور جناب پیغمبر، توصیه جناب پیغمبر من باید دوامش بگم. میگه بعد دوامش گفتم که واخلف لی خیرا منه، پروردگار بهتر ای پدر سلمه برای من جاینشین یعنی شوهر نصیب گردون. میگه وقتی دعا کردم ای باید چند روز گذشت، میگه در خونم تخت تخت شد، روز در خونه شیشتگی بودم، در خونه تخت تخت شد. میگه خستم در کشادم دیدم که حضرت ابوبکر صدیق. بعد گفتم ابوبکر برادر بیا داخل شو، ادخل. میگه گفت نمیدونم ای مادر سلمه، گفت من گفت خواستگاری اومدگی هستم. میگه وقتی ابوبکر گفت خواستگاری اومدم در حال میگه شرم کردم، حیا کردم، میگه رو مایست کردم، نمال مد سرم کشیدم. میگه گفتم ابوبکر من خواستگاری اومده. حضرت ابوبکر آدمی اندک نبود، یک آدمی مشهور و معروفی، یعنی در مردمی بگیم قریش به عرب بود. میگه وقتی روم گردون در حال میگه حضرت ابوبکر پای برد که مثلا شرم کرده ایزا کشیده گفته. بعد میگه حضرت ابوبکر گفت ای مادر سلمه، گفت بخد من جناب پیغمبر روی که با جناب پیغمبر خواستگاری اومده. بعد میگه در زمین شیشتم بعد گریه کرد. ببین میگه گفتم که من ای پدر سلمه بهتر شوهر نمیاوم، این لحظه جناب پیغمبر خواستگار و طلبگاری من شده. در اصل به همین خاطر ما شما وقتی ای جانب جناب پیغمبر برای ما دستور شده که بگیم ای پروردگار در این مصیبت برای ما اجر ثواب نصیب بگردون و صبر نصیب بگردون و خداوندا بهتر از این مادر برای ما جاینشین نصیب بگردون که جاش خالی نمونه. برای ما همچون دعاگو و سرپوشه و او برکت او دعایی که ای جانب مادر میشید برای ما یعنی ای محروم نمونه. به این خاطر شما هم باشه برادر عزیز حرکت کنه که مثلا دعا کننده باشه و در برابر این مصیبت صبر کنه، انشاءالله اجر ثواب زیاد و کلان داره. و بعد از این حق این مادر محترمه دعا کنه که ای پس ای تا وقت حیا بود خدمتش میکرده، توابتش میکرده، می آوردهش، چقدر مقصد شما همه حرکتون در حق مادر کرده، اما هر چی دلم خواست نه آن میشود، آن چی خدا خواست همان میشود. خواستی خدا دیگه بده بچه‌های جون. ای پس انک اون مادر شما امیدی دعا دار، حرکت کنه در حقش دعا کنه. چی سوره میدونی بتونی در رکعت نماز بخون شو ثواب شده حقش ببخش. چند سوره از زیاد میدونی اون سوره ها را تکرارا چند زیاد میتونی بخون ثوابشون در حقش ببخش، یعنی که فراموشش نکن. اگر پدر و مادر یاد کردی در حقش دعا کردی ان شاء الله رب العالمین که ای جانب فرزندا دعا میشنوی، دعا میبینی. جناب پیامبر صلی الله علیه و آله کما تدین و تدان، میگه چه رنگ قرض دادی قرض میگیری، چه کاری در حق پدر و مادر کردی ای فرزند میبینی. برای همین شما هم باشه برادر عزیز بزرگوار بعد از این در حق این مادر یعنی دعاگو باشه و پدری بزرگوارتون خوب نگاه کنه که طاقمون در بین راهمون در وقتی سینی پیرانسالی و کلانسالیش حرکت کنه که پدر خدمت کنه و نگذارش که احساسی تنهایی کنه، دعاش بگیره همه وقت حرکت کنه، هر روز هم باشه زنگش بزنه احوال پرسیش کنه، بگه پدر جان خوبی تنجی در حقمون دعا کن،
دایم سراغش کنی تا قش نمونه ای دیگه که ای پس دیگه اما حرکت نه خدمتش کنی و دعاشو بگیری. خداوند بزرگوار این مادر مرحوممون غریق رحمت شایسته جنت بگردون. پروردگار ثواب این آیت ها و حدیث هایی که خونده شد، ثواب این خیر احسان و بروح این مادر مرحومه ما برسان. پروردگار روحش شاد بگردون، قبرش پر نور بگردون. پروردگار قبرش باغ از باغ های جنت بگردون. پروردگار ثواب این همه خیر احسان و گفته ها را پروردگار همچون هدیه ای جانبی ما فرزنداش بر روح این مادر محترمه برسان. پروردگار این آیت ها و این یعنی خیر احسان مونیس قبرش بگردان. پروردگار را در برابر این مصیبت برای این برادرای عزیز ما و برای اهل و بچه خصوصا برای پدر بزرگوارشون صبر جمیل ثواب بزرگ نصیب بفرما. پروردگار این جمعیت ما را هر چیزی که رضای خود دست برای ما نصیب بگردان. از قهر غضب ما را در حفظ امان نگه دار. پروردگار خاتمه ما به خیر بگردان. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه مولانا محمد و آله و اصحابه یا ارحم الراحمین.